نامه 4 16 ژانویه 1903. 10 روزی است که رنجور و فرسوده پاریس را ترک کرده به این دشت بزرگ شمالی که وسعت و آرامش و صفای آسمان آن مایه شفای من است آمدم. اما دچار باران ممتدی شدم و تازه امروز آسمان کمی روی خود را بر این سرزمین مضطرب گشوده است. من این روشنی را فرصت شمردم تا به شما سلام بفرستم. آقای کاپوس بسیار عزیز، دیری نامه شما را بی جواب گذاشتم، نه اینکه آن را فراموش کرده باشم. این نامه از آنهاست که هر بار میتوان از نو خواند. من شما را در این نامه آشکارا دیدم. مقصودم نامه است که در 2 ماه مه نوشته بودید. البته هنوز یادتان هست. امروز که آن را در آرامش عظیم این نواحی دوردست دوباره خواندم، اضطرابی که از زندگی دارید بسیار بیش از پیش در من اثر کرد. در پاریس همه چیز به نحو دیگری جلوه می کند و در همهمه گوش آزاری که آنجا زمین را به لرزه در می آورد هر نغمه‌ای گم می شود. اکنون که سرزمینی نیرومند پیرامون مرا فرا گرفته و بادهای دریا دامن کشان بر آن می گذرند، حس می کنم که مشکل شما را هیچ کس نمی تواند حل کند، زیرا مشکلی خاص است که از زندگانی خاصی به وجود آمده است. بهترین کسان نیز در توضیح معانی لطیف و بیان ناپذیر فریفته الفاظ می شوند. با این حال گمان می کنم اگر شما به آن چیزها که اکنون در چشم من است توجه کنید، بی پاسخ نخواهید ماند. اگر در دامن طبیعت بیاویزید و آنچه را که در آن ساده و بی‌مقدار است و هیچ کس بدانها توجهی ندارد و ناگهان به نهایت بزرگ و عظیم می شود در نظر بگیرید، اگر مهر خود را بر هر چه هست بگسترید، اگر به فروتنی بکوشید تا با هر چه ناچیز می نماید آشنا شوید، آنگاه همه امور برای شما آسانتر خواهد شد و در نظرتان خوشاهنگتر و دوستانه تر جلوه خواهد کرد. شاید عقل شما به حیرت واپس بماند، اما دلتان بیدار می شود و در می آبد. چون جوان و تازه کار هستید، من میل دارم از شما خواهش کنم که درباره هر چه هنوز بر شما مسلم نیست تأمل کنید. بکوشید که پرسش‌های خود را دوست داشته باشید، مانند اتاقی در بسته یا کتابی که به زبانی بیگانه نوشته شده است. اصرار نکنید که همکنون پاسخهایی را که هنوز وقت دریافتن آنها نرسیده بیابید، زیرا نمیتوانید آنها را به کار ببرید و در آنها زیست کنید. و نکته اصلی آن است که بتوان در همه چیز زیست کرد. اکنون همان در پرسش‌های خود به سر ببرید. شاید بدین طریق سرانجام روزی به پاسخها برسید. شاید طبع ایجاد و ابداع که یکی از وجود سعادت بخش و بی آلایش زندگی است در شما نهفته باشد. اگر چنین بود، این راه را پیش بگیرید. اما به خصوص همیشه بدان چه می آید اعتماد کنید. اگر آنچه می آید زاده طلب و نیازی باشد، آن را بپذیرید و منفور ندارید. شک نیست که راه‌های جسمانی برای رسیدن به مقصود دشوار است، اما همان دشواری است که باید پذیرفت. هرچه مهم است دشوار است و همه چیز مهم است. همین که بتوانید دشواری را بشناسید و چون به خودی خود به وسیله استعدادهای خیش و به طبع خیش و با تجربه‌های خیش که از کودکی به دست آورده اید موفق شوید که رابطه‌ای میان خود و امور جسمانی پیدا کنید، به طریقی که
آن رابطه خاص خود شما و آزاد از هر قید و قراری باشد، آنگاه دیگر نباید از گمراهی بیم داشته باشید. شهوت جسمانی هم مانند نظر پاک و مزه پاک میوه های زیبا در دهان یکی از امور زندگانی جسمانی است. تجربه بیکرانی که برای ما میسر است و معرفت جهان و خود معرفت با همه وسعت و شکوه آن همین است. عیب در این تجربه نیست و اگر عیبی هست در این است که بیشتر مردمان آن را بد به کار میبرند و ضایع میکنند. اغلب کسان این امر را مسکری یا تفریحی برای اوقات خستگی میپندارند و نمیدانند که باید وسیله ارتقاء ایشان به مقامات معنوی باشد. مردمان ذوق خوردن را نیز چنین دگرگون کردند و افراط و تفریط صفای این احتیاج را برهم زده است. بدین سان همه احتیاجهای ساده و اصلی که وسیله تجدید حیات می باشند آلوده شدند. اما هر کس برای خود می تواند آنها را از آلایش بزداید و در صفای آنها زیست کند. و اگر همه کس نتواند، مرد خلوت می تواند. زیرا اوست که می داند هر جمالی در جانور و گیاه صورت پایدار و آشکاری از عشق و شوق است. اوست که می بیند جانوران و گیاهان با شکیبایی جفت می شوند و افزونی می یابند و این به حکم قانون رنج و خوشی نیست، بلکه همه تابع قانونی هستند که از رنج و خوشی در می گذرد و بر هر اراده و مقاومتی مستولی می شود. کاش آدمی این راز را که بر همه جهان تا خردترین چیزهای آن استیلا دارد با فروتنی بیشتری در میافت. کاش آن را با اهمیت بیشتری تأمل می کرد و می پذیرفت به جای آنکه آن را آسان بگیرد. کاش می دانست که چه گران است. کاش انسان باروری خیش را مقدس می شمرد. باروری چه جسمانی و چه روحانی باشد یکی است. زیرا کار روان نتیجه کار تن است و هر دو از یک جنسند. عمل روان تقلید مرموزتر و پرشورتر و جاودانی تری از عمل جسمانی است. هنرمند از احساس قدرت خویش در ابداع و خلق و صورت بخشیدن بدان سبب لذت میبرد که پیوسته و در همه موارد هستی مؤید این احساس است و جانوران و چیزها پیاپی آن را تأیید می کنند. زیبایی و شدت این لذت از آن روز که وارث تولید و زایش میلیونها موجودات می باشد. در هر اندیشه ابداعی هزاران شب عشق که فراموش شده به یاد می آید و همین موجب جلال و عظمت آن اندیشه است. آنان که با شور و شوق شبها یکدیگر را در کنار می گیرند کاری بزرگ انجام می دهند. زیرا لطف و ابهت و قوت نغمه ای را فراهم می آورند که شاعری برای سرودنش برمی خیزد و در آن از خوشبختی های ناشنیده سخن می گوید. اینان همه آینده را طلب می کنند و حتی آنگاه که به گمراهی افتاده و از لذت کنار و آغوش کور شدند آینده فرا می رسد. باز مردی قد علم می کند و به موجب ناموس خلقت هر نطفه توانا و قوی به سوی تخمی که پذیرای اوست راه می گشاید. فریفته ظاهر نشوید. در همه چیز نظامی و ناموسی هست. تنها کسانی از آن غافلند که گمراه شده و در اطاعت و کار بستنش خطا کردند و بیشتر مردمان از این گروهند. اینان
این راز را مانند پاکت سربسته‌ای به دیگران می‌سپارند بی آنکه خود از آن چیزی بدانند. تنوع موارد و کثرت کلماتی که از آن موارد تعبیر می‌کند نباید شما را به اشتباه بیندازد. شاید دنیا را ناموس مادری که شوق و طلبی عمومی است اداره می‌کند. جمال دوشیزگان که به اصطلاح زیبای شما هنوز خود را نبخشیدند از پیش بینی و شوق و بیم مادری آمیخته است. جمال زنی که مادر شده از لذت مادری است و چون به پیری رسید از این خاطره عظیم است که هنوز در او به جا مانده است. مرد نیز به گمان من روان و تنش هر دو تابع همین قانون است. تولید مثل برای مرد طریقی از زادن است و ابداع آثار هنری از کنه وجود خیش در حقیقت جز زادن نیست. دو جنس نر و ماده بیش از آنچه گمان می رود با هم نزدیک و خویشند و تکامل دنیا وابسته به این نکته است که زن و مرد از همه خطاها و تکلفهای خویش رهایی بیابند و با هم مانند برادر و خواهر و خویشاوند رفتار کنند، نه مانند اضداد. آنگاه روانشان با هم می پیوندد تا بار سنگین تن را که به ایشان سپرده شده است به متانت و شکیبایی تحمل کنند. اما مرد خلوت می تواند آنچه را که در آینده دوری برای عامه میسر خواهد شد از همکنون بنیاد کند و به دست استادی خویش بسازد. بنابراین آقای عزیزم، خلوت خود را دوست بدارید و رنج آن را بپذیرید و امیدوارم شکوه‌ای که از این رنج می کنید زیبا باشد. می گویید که نزدیکان از شما دورند. معلوم می شود که پیرامون شما فضایی ایجاد شده است. اگر هرچه نزدیک است در نظرتان دور می نماید به سبب آن است که این فضا بسیار وسعت یافته و کرانه آن به ستارگان می ساید. از پیشرفت خود شادمان باشید. هیچ کس نمی تواند دنبال شما بیاید. با کسانی که واپس مانده‌اند مهربان باشید. به خود اعتماد کنید و پیش ایشان آرامش نشان بدهید. با خردگیری های خیش آزارشان نکنید و از شوق و ایمان خود ایشان را نترسانید. زیرا منظور شما را در نمیابند. بکوشید که در روابط خود با دیگران ساده و صمیمی باشید. لازم نیست که تحولات درونی شما در این روابط اثر کند. درباره کسانی که به سبب سالخوردگی از خلوتی که شما میجویید بیمناکند اغماض داشته باشید. از کشمکشی که همیشه میان فرزندان و پدر و مادر هست بپرهیزید. زیرا آن از نیروی فرزندان و مهر پیران میکاهد. از پدر و مادر پند نخواهید و در پی آن نباشید که نیات شما را دریابند. اما به مهری که ایشان مانند میراثی به شما بخشیده اند ایمان داشته باشید و بدانید که در این مهر نیرو و برکتی است که هر جا بروید با شما همراه خواهد بود. خوب است که نخست پیشه‌ای برگزینید که معاشتان را تأمین کند و از همه جهت شما را به خود واگذارد. به دقت تأمل کنید و ببینید که آیا زندگانی شما از قیود پیشه‌ای که دارید در تنگناست یا نه. من این پیشه را دشوار و پرتکلف می‌دانم و به گمانم تکلفات آن برای نمو شخصیت جایی نمی‌گذارد. اما خلوت شما حتی در این وضع نامساعد تکیه‌گاه و مأمن شما خواهد بود و باید
همه راه‌های پیشرفت خود را در آن بجویید. همت و اعتماد من بدرقه راه شماست. راینر ماریا ریلکه.